یگانگی الله در تمام عبادات. اما در کشور ما تو نیست، متاسفانه. تمام عبادات، کل عبادت ها چی معنی ایاک نعبدو؟ بیشتر براتون گفتم که مشرکین میگفتن نعبدک اللهم، پروردگارا تو را عبادت میکنیم. قرآن گفت نه 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 نه، این قسم باید بگه که ایاک نعبدو. که چقدر فرق دقیق در بینشان است. چی فرق است در بینشان؟ نعبدک اللهم، الله را عبادت میکنیم. ایاک نعبدو، خاص الله را عبادت میکنیم. یعنی مشرکین میگفتن که ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض، وقتی که از مشرک پرسان میشد که من خلق السما، از ابو جهل، از ابو لهب، از امیه ابن خلف و امثالهم پرسان میشد که ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض، خالق آسمان ها و زمین کی هست؟ لا یقولون الله. حتما حتما حتما، لام توکید نون توکید ثقیله، یعنی سه حتما میگفتن که بله 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 الله هست خالق آسمان ها و زمین. خب وقتی که الله خالق آسمان ها و زمین هستن، پس چرا پیش از این بت ها میری؟ میگه این بت ها ما را به الله قریب میسازن. ما روسی هستیم پیش بت میریم، ما شرمنده هستیم پیش از این بت میریم، باز این ما را به الله قریب میسازن. خب و باز میگفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا. ببین امی که پیش بت میرفتن و این وسیله میگرفتن، که چقدر قرآن دقیق بر ما این تعبیر میده که وقتی که میرفتن پیش بت ها چی میگفتن؟ اعتراف کردن که ما عبادت میکنیم. خود مشرک امی رفتن خود و وسیله گرفتن بت به خاطر الله خودشان این عبادت حساب کردن. چرا؟ چون عرب بودن، میفهمیدن که امی کاری که ما میکنیم عبادت است. برشان گفتن که ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی خلق کرده؟ لا یقولون الله، میگن که الله خلق کردن. خب خیبه ای بت ها چرا میرین؟ این فلسفه میگه دمو جوی که او رفته دمو جوی باز او میره. در انگلیسی ها میگه the story is return. امی تاریخ که از چی میشه؟ دوباره اعاده میشه. ما شما در چی میگیم؟ در جوی که او رفته باز او میره. یعنی دمو شرکی که سابقین مبتلا شده بود لاحقین هم مبتلا میشه. ما هم متاسفانه مبتلا میشیم. چرا؟ این گپ ببینین تکرار میکنن نمیکنن. مشرکین با وحدانیت الله باور داشتن، به اینکه خالق آسمان ها و زمین الله هست باور داشتن، لکن در پالوی باوری که به الله داشتن، چون یا از دین ابراهیم علیه السلام پیروی میکردن، بدعت بت پرستی و پرستش قبرهای اولیاء و قبرهای پیغمبران این هم داشتن. از این خاطر رسول اکرم هم گفت که لعن الله الیهود و النصارى، لعنت الله نازل شد بالای کی؟ بالای یهود و نصارا. چرا؟ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، قبرهای پیغمبرای خود سجدگاه گرفتن. او بت پرستا برای بت خود سجده میکردن و این اهل کتاب به قبرها سجده میکردن. مردم حبشه به قبرها سجده میکردن. از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و بر ما بیان کرد که این لعنت الله سرشان شد. و آخرین نصیحت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امی بود که دعایش بود که میگفت اللهم لا تجعل قبری وثنا، پروردگارا قبر مرا بت نگردانی، قبر مرا مثل اونمو قبر بت پرستا نگردانی، قبر بابا نانک که مردم برای در اطراف از او طواف بکنن، در گرد از او بگردن، بر از او نظر بتن، برام از او قربانی بکنن، در گرد از او میله بگیرن، در گرد از او میتایی توزیع بکنن، اشتکای خدا ببرن در بین از او پرتن و این کارایی را بکنن. گفت پروردگارا قبر مرا مثل از اونها ورنساده. دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول شده و یگانه قبری که در دنیا الحمدلله بت نگشته قبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم.